بود. همش توی برنامه که بودم ماروخ میگفت ما با تو لجیم، سفدا میگفت ما، شاهین میگفت ما، من میگفتم خدای ما چیه این ما؟ مگه گاوید نمیگید ما؟ بگو من. نگو اینا ما گله‌ای اومدن تو برنامه. گله‌ای اومدن تو برنامه شخ بزنن، درو کنن برن. و این جلوه زیبایی نخواهد داشت. اوکی؟ جلوه زیبایی نخواهد داشت عزیزم که بیاید خیلی رو ببرید زیر سوال. آقای مهراد شما خیلی بی‌احترامی داری میکنی به بچه‌ها، به الهه بی‌احترامی کردی، امروز میگی به شما تربیت یاد ندادم. منظورت چیه؟ تو خودت داری حرف میزنی صداتو داری میبری بالا، چته؟ تو خودت میخوای حرف بزنی صداتو میبری بالا، چته؟ خیره. داد و بیداد میکنی سر دوتا دختر؟ چطور امیر داد و بیداد کرد بالا سر دیشب نتونستی جوابشو بدی؟ بعد داد میزنی رفتی چسبیدی دم سوراخ بچه‌ها. بابا ولشون کن. ول کن. بی خیال. برو تو ساید خودت. چی شد؟ بعد شد سایدت؟ دختر تو سایدت نبود؟ دیگه نه. ببین به یه جایی برنامه میرسه خودشونو میزنن، چه برسه به کسای دیگه.